ساختی، از این خاطر زحمتت میدم. ما دمیجه تو را یک آدم بسیار معتدل، آدم با حوصله از امو گپایت یافتم و خواستم با امرای در تماس شوم. مولوی صاحب بخیر باشین نابایی صاحب گل، سلامت باشین. امی خواستم که یک تعداد میجم و مردمایی که امی زجر بلجره راجع به می زجر بلجر نامشروع میدن، امیره خواستم یک چند شبهه از یار ما به تو ارائه کنم. مولوی صاحب محترم خواه شبهیتان ارائه کن. و شما یک مولوی صاحب خودت مولوی هستی، چرا دیگه شبهی از اینا رو خود تو باید جواب بدی دیگه، وظیفه ما خو نیست. مولوی صاحب محترم این گپ معقول است، ولی عالم تا عالم فرق میکنه دیگه. این گپ خب بپذیر. من شناختم تو خود دلاغا نیستی، احیای عینابایی صاحب هستی، شناختم تا صدای دیگه روتر خو نیست دیگه. اگر به امرای ما تو خودت مشکل در ذکر بالجهر داری، من میدانم. اگر مقصد ای است که مناظره کنی دیگه همه اینطور بگو، و اگر نه که تو میخوای نه گوش مناظره خو نمی کنم، مناظره خو نمی کنم. مناظره که نمی کنی دیگه ضرورت نیست. من نظرم خود تو ملاستی، ریش سفید عالم هستی، توانایی جواب مشکلات از اونا رو هم داری، باید جواب بگویی دیگه اگر خودت مشکل نداری. نه امون مشکلات در ذهن ما میچرخه او حواله میتون برای مشکلات حل کنه، چون من سننم از شما کده خورد هستم. محترم هستی، هر چی که هست سنن نقطه مهم نیست. حنفی تو خودت حنفی مذهب هستی نمولی؟ بله بله ما حنفی است. حنفی مذهب هستی. علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه یک رساله نوشته کرده، صباحة الفکر فی الجهر بالذکر، در مجموعه رسائلش هم وجود داره، در جلد سوم مجموعه رسائلش هم از اونجا در اونمو دلائلی که قائلین به منع جهر بالذکر استدلال میکنن، امونا را یک نقل میکنه، والجواب عن هذا الاستدلال والجواب عن هذا الاستدلال، جواب نقل میکنه دیگه. به نظر من اگر مشکل در ذهن تو ای با وجود داره، اونا حل میکنن این مشکل تو را. مولوی صاحب محترم او طولانی میشه، خود طولانی. امی کتابای منطق رسائلش میدن که امی قولی که است، قولی امی دلالت قولی اسهل است، اخف است. همین کتابا صورت اخف می بود که خود عبدالحی لکنوی صاحب که در تلفن گپ میزد باز مزه میداد دیگه. ما خود عبدالحی لکنوی نیست. نه امو کلپت بسیار زیبا بود، به شاگردا میگفتی یا به رفیقا بله به شاگردا. تو در موجه یک حواله از شامی دادی صاحب؟ بله از شامی دادیم. امی شامی امی که جر به ذکر تطبیق کرده از دبین کاملین و غیر کاملین دبین احادیث، بسیار گپ خوب است. امی شامی صاحب این گپ در کدام جا گفته صاحب؟ باش ما برف میگم که در کجا گفته. چاپ بیروتی هست که چاپ پولیتی؟ نه از ما پاکستانی است. گپ نیست همون تو بگو. مجلد اول صفحه 660. صحیح است. کتابش چه نام داره؟ مكتب في رفع الصوت بالذكر. نه کتاب الصلاة است. کتاب گفتم نامش چیه؟ رد المختار فتاوای شامی على الدر مختار. بسیار گپ خوب قانع کننده گفتی. مولوی صاحب یک قانون فقهای حنفی است، چون که ما و تو اردوی ما حنفی استیم نه؟ بله مطابق با اصول احناف گپ میزنیم. این ما نشانت میدم امی کدام اصول فقه؟ اصول فقه اصول فقه برای تو مقلدین است یا برای مجتهدین؟ اصول فقه برای مجتهدین از ما و تو مقلدش هستیم. بس که ما شما خو مقلد اصول نیست که مقلد مجتهد هستیم در فروعات. نه آدم خو ما تقلید نمی کنیم، گپش تقلید میکنیم. نه گپش تقلید میکنیم، اصول از اون خود تقلید کردن نمیکنیم. مولوی صاحب گپ خود تمیز کار داره، اینو خوب باید بفهمیم. ما مقلد مجتهد هستیم در فروعات مسائل مستنبطه، نه ای که ما اصولی که مجتهد در از استنباط میکنه در اون مقلد باشیم. تو چطور مجتهد نیستی مقلد هستی باز میگی که سر اصول مجتهدین گپ میزنی؟ گپ نمیزنم،
از اصول امور بیان میکنم برات، ما گپ نمیزنم. اصول مجتهد بیان میکنی، خوب سرشی تو نکو قیاس مقلد سر مجتهد بکنی، باز اصول برای مقلد هم بیاری. نه تو او مولوی صاحب بحث دیگه است، ای تو برات میگویم. امی اعذار همیشه به سبب ظاهریش بنا میشه، نه به سبب باطنیش. مثلا ناقض از برای وضو اصلش خروج حدث است، نه خواب. همینطور است. خواب ناقض از برای وضو خروج حدث است از نائم، نه خود نوم، نه خود نوم. شاباس. ولی ما تمیز کرده نمیتونیم که کدام آدم خو برده یا همی آدم خو برده از این چیز خارج یا نشو، این را بنا میکنیم به خود نوم. نوم وقتی که مستغرق شو وضویش میشکنه. همینطور است. خیر ببینی. همچنان ما سفر علت اصلی بر قصر مشقت است. مولوی بگل بیاین سر ذکر، بیاین سر همین مسئله فتاوای شامی بیاین. شما اینجا بسیار گپ خوب زدی مولوی صاحب، د حوصله تو د زیرکی جانم. امی که میگه که تو تطبیق کردی که یکیش بر کامل است، دیگهش بر غیر کامل. ذکر جر بر کامل جایز است، ذکر خفی بر غیر کامل است. امی تقسیم خو شامی نکرد است، تو کردی. ونی تو ندیدی مولوی صاحب بگل خیلی که من عبارت بخوانم. بخوام میشنوم سه. ما به عبارت براتون بخوانم. مطلب فی رفع صوت بالذکر. برو بخوان. بعد قول علامه حسکفی صاحب نقل میکنه که ورفع صوت بالذکر الی خلال عباره اقولو میگه خودش. گوش است. اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك، فتارة قال به حرام وتارة قال إنه جائز. وفي فتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان جاء في الحديث ما يقتضى طلب الجهر به، نحو ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ورواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإصرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. اشخاص و احوال قبول دارم. کامل و غیر کامل، کامل و غیر کامل خود شامی نیست. اختلاف الاحوال والاشخاص چی معنا میره؟ تو ترجمه خیر مشکل نداره، تو ترجمه. احوالش که مزاحم نشه به کسی. صحیح است؟ صحیح. اشخاص به این مونا، اشخاص که جرب میکنه او کسی که مؤذن باشه، او کسی که قامت بگویه، اینا مؤذن و مقیم. خب امیت هم قبول دارم. ما بسیار به زیرکیت معتقد هستم، امیت هم قبول دارم. ولی امی که تو میگوی کامل و غیر کامل یا خو از اسباب باطنی هستن، باطنی را که تشخیص کرده میتونه که اینیش کامل است اینی غیر کامل؟ شما تشخیص نمیتونید. من برات گپ میزنم. بگو تشخیص. اول امیر پرسان دارم از شما که وقتی امی تعبیر مرا قبول نکردیم، ورنه من بعد از دیگه فتاوایی را به تصریح نشان دادم میتونم که کامل و غیر کاملی را خود نشان دادم میتونم، خالی اون طرف نمیرم. خب من عادتم نیست وقتی که سر یک عبارت گپ میزنم اون را خلاص میکنیم. آره همین عبارت که به اختلاف الاشخاص و الاحوال. صحیح که اینجا دو گپ شد. اول گفتم اشخاص ترجمه کو، ترجمه و تعبیر مرا قبول نکردی. دوم خود تعبیر کردی که اینجا مؤذن و کسی که اقامت میگه او را گفتی. همین اقامت میگه امو را کی تعیین کرد، امو را کی تعیین کرد که تو بیان میکنی. دوم من خو میگم که به اختلاف اشخاص این مسئله در ذکر است. در ذکر که نمی اختلاف اشخاص جور کو چرا کم جور میکنی؟ ولی ما تو خو ملازم به طالب باید کتاب صحیح بچسبانیم، عبارت صحیح بچسبانیم، میره بچسبانیم. بسیار گپ خوب مولوی صاحب. در چشمای تو جانم مولوی صاحب، خداوند تو را خیر بده که با استدلال صحبت میکنی. ما که گفتم مرا گرویدید ساخته امو طور است. بشنو. اول خو مولوی صاحب گل که الله پاک میفرماید که ادعو ربک فی نفسک تضرعا و خیفا و دون الجهر. ادعو ربکم تضرعا و خیفا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. همین خطاب به کاملین است یا به ناقصین؟ سعی کو تو رفتی دیگه طرف مولش. اگر این گپ میخوای که جوابش خب از این هم تیر میشم، خاطر از همین هم تیر میشم، از همین هم تیر میشم. صبر کو یک دقیقه جور میکنم. ما هیچ جا نمیرم، ما بیخی قطیت هستم، هیچ جا نمیرم. ما خوشایند هستم، صحبت هایت با ما بسیار خوشایند است، هیچ جا نمیرم. صحیح است؟
اول که تو گفتی که گوش کو اشخاص و احوال بر جور میکنم. عبارت بعدی حدیثه که تو خوندی که اینیا من حدیث شریف کسی که مرا یاد کنه در ملع او خود ذکر مشروع است، ذکر جهر مشروع. من در مواضع مشروع با تو بحث نمی کنم. در جایی که جهر مشروع اومده است مثل که تو حدیث خوندی در شیخان، من از او بحث نمی کنم، ولی تعجب و تاسف به این میکنم به تو که چقدر عبارت شامی تو مخفی کردی، چقدر پٹ کردی. صبر کن من میخونم دمیجا. ما قدر ساده نیستم مولوی صاحب. خب کسایی که تو گپ زدی او بجای خودش. من ساده نیستم، من نه برگ میخورم نه کام میخورم، نان میخورم، خوب میفهمم عقل دارم میگپا. همین چیزی که پرسان کردم اختلاف الاشخاص زمین را ترجمه کوی که من عبارت خود کردیم را نشان بدی. اینه نشان بدم. گوش باش. اختلاف اشخاص به من نشان بدی، خلاص زمین را بگو. اختلاف اشخاص که به من مشکل کردی در عبارت. تعبیر من قبول نکردی کاملین و غیر کاملین. همین تو تعبیر که من از تو بپذیرم خلاص. اختلاف اشخاص به اعتبار اختلاف اشخاص که همین تعبیلی را که تو کردی امیر شامی رحمت الله تعالی علیه کرده است، ولی اشتباه کرده است. چرا اشتباه کرده است؟ بنا به اصول حنفیه اشتباه کرده است. بله. تو کی هستی که فتاوای شامی را میگی که اشتباه کرده؟ تو چی کاره؟ شاباس. علمای دیوان قبول داری؟ آلی من دیگه طرف نمیرم. من فتاوای شامی را که در عبارتش گفت داره. تو چی کاره هستی که فتاوای شامی را؟ بسیار خوب یک اعتراض کردی، بسیار اعتراض خوب. ایره رشید احمد جنگویی، ایره شیخ الهند اون و سایر علمای دیوبند 20 بڑے مسلمان گفته است که خود گوش باش نه قول شامی، قول عبدالحق دیلوی با وجود تبحر علمیشون در باب سنت و در باب بدعت قبول نیست. ما برات ثابت نکنم که گوش تو آل خو عبارت مخفی کردی پٹ کردی نه گوش تو خلاص عمو که گفته باشه اختلاف اشخاص به اعتبار کامل و غیر کامل که تو ترجمه اشتری، اگر شامی هم گفته باشه اشتباه کرده. اشتباه کرده. خب گوش کو امی اشتباره که تو امیره که اختلاف اشخاص تو گفتی کامل و غیر کامل، یکی بنا به اصول حنفیه را داشتم، دوم شامی را امی حکم بنا به علت باطنی میشه یا با ظاهری؟ حکم به علت ظاهری میشه یا با باطنی؟ آقای یحیی عنابی گپ گوش کو. میشنم به اختلاف الاشخاص امی تعبیر تو را من نمیپذیرم. امی تعبیر مرا که تو نمیپذیری خو این گپ بالکل این گپ تو خو اصلا کدما قابل قبول نیست. چرا تو وقتی که در فتاوای شامی رد داشتی چرا از این استدلال کردی؟ خو یک عبارت ما خود صد عبارت اونجا پیش کردیم. یک فتاوای شامی خود نبود سر یک اصل گپ میدادی کدما. تو وقتی که در عبارت شامی گپ زدی آره تو چی کار هستی که فتاوای شامی را میگی که اشتباه کرده؟ بسیار گپ خوب. بسیار گپ خوب زدی. بسیار گپ خوب مولوی صاحب اعتراض خوبه کردی. خود گوش تو شامی مقلد محض نیست، مثل ما یک آدم است. مقلد محض خود تباحر داره. ما چیستم؟ ما یحیی عنابی در سطح جهان یک فعلا ابو حنیفه زمانش است. یحیی عنابی ابو حنیفه زمان خود است فعلا. حالا بشنو. خب بشنو نه خب بشنو نام ابو حنیفه را بد نکنین. ابو حنیفه رحمت الله علیه جبل راسخ و جبل راسخه بود، یک جبل یک وتد عظیم در باب دین است و مثل که جلال الدین سیوطی و علمای دیگه از نامش که از نعمان است به ایمان خون ترجمه میکنه و خون در ایباب فقه بوده و ابو حنیفه زمانش است که پای هوایی گرفتی تا ابو حنیفه زمان. خب مولوی صاحب شامی یک مقلد محض است مثل ما، قولش قبول نیست. حال خود تو مرا گفتی تو کیستی؟ گفتم دم زمانم ابو حنیفه هستم.
گپ هوایی است دیگه، گپ هوایی رو خب من نمیپذیرم، صحیح خودم معرفی حالا گپ تو هوایی نیست اوجا که میگه شامی گفته است کامل و غیر کامل مدار حکم ملت ظاهریش است نه یحیای عنابی اگه اختلاف الاشخاص نمی معنا را نداره، یک معنای موافق تو بگو، ما ببینم که تو چی ترجمه میکنی. خب نداری ترجمه کنی. حالا ما زودتر قول کدام یک مولای از مولای حنفیه را ذکر کنم. و خب بسیار گپای غلط هم دارن. شامی نوشته کرده است که سوره فاتحه را به خون نوشته کو، در تعویض نوشته کو به یک نفر خونی بینیش استاد میشه. ایشه چطوری ترجمه کنم؟ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه و استدلالش است. تو یحیای عنابی سر مسئله دیگه نرو، سر امو هم پس میایم سر پس میایم عبارت شامی را صاحب امی عبارت شامی را چرا مخفی کرده نمیجا؟ اول گپ مبره بگو که اختلاف اشخاص بگو، من نفهمیدم. اختلاف اشخاص شامی غلط کرده، شامی غلط کرده از دمی کامل و غیر کامل کی کشی؟ یعنی خودش میگه اختلاف اشخاص ما دو نوع داریم، یا کاملین است یا غیر کاملین. اشخاص برای خر و گپ نمیزنه که خر باشه، یکیش سگ باشه، یکیش خودم دیوانه باشه. در اشخاص انسان ها مراد است، انسان ها یا کامل است یا غیر کامل، اینا مراد است. خب انسان کامل نماز بخونه، غیر کامل نخونه. انسان کامل استنجا نزنه، آدم غیر کامل استنجا بزنه. آدم کامل فهمیدی 2 رکعت نماز بخونه، غیر کامل 1 رکعت. چی گفترای هستی مولا صاحب چی گفترای هستی؟ کامل و غیر کامل در دین اسلام کامل و غیر کامل نیست. کل مسلمان ها علی سوا هستند. یحیای عنابی گپ گوش کو مولوی صاحب گپ گوش کو. ولی عبارت شامی را چرا پرت کردی؟ امی عبارت شامی را چرا پرت کردی دموجا؟ امی عبارت شامی را چرا پرت کردی؟ امی عبارت شامی را چرا مخفی میکنی از طلبا؟ بیشتر تو یک ولاگ امو منصبت معلوم باشه که تو یک دفعه میگی شامی صاحب اشتباه کرده، یک دفعه میگی اختلاف اشخاصی معنا را نداره، باز یک دفعه که تو را میگم خودت معنا کنه نمیتونی دیگه. من چی کنم دیگه؟ مولا صاحب تو مقلد ابو حنیفه هستی یا مقلد شامی؟ من مقلد مذهب سیدنا امام ابو حنیفه. چی شامی چی است؟ شامی چیست؟ شامی چیه؟ اقوال مفتابهی و غیر مفتابهی را تمیز کرده. شامی نقل کرده در کتاب خود، تمیز خود نگاه کرده. عالم عبارت چرا عبارت همی شامی را تو مخفی میکنی از طلبا و علما؟ او عبارت پسند دارم نشان بدی که ما میخونمش. یاله ما هوایی برات میخونمش. هوایی همی تو از آسمان عبارت حدیث پرت کردی تو خود. اگر بگویمت خفه میشی. تو خود تدلیس میکنی، تدلیس بالای علما تلبیس میکنی. امی اشخاصت غلط است تو کامل و غیر کامل بکنی، قطعا غلط است. بشنو عبارت شامی را چرا مخفی کردی؟ عبارت شامی را چرا مخفی کردی جیمالوی صاحب دریشت جان؟ امی کسی که تو را ببینه فکر میکنه که خضر حیات هستی، خضر حیات، ولی دزدی کسی که دزدیده که عبارت شامی را پرت میکنی. بخیر باشی. اینی تو اینا این تو که نه او گپ تقدر او ما بیخین نه تو را قبول دارم نه شامی را دو اشخاص گوش کو. عبارت شامی دمی جای دمی صفحه که خیر ببینی گوش کو. دمی عبارت پیشتر عبارت شامی رحمه الله که گفته است که می عبارات صاحب البزازیه متفاوت است. تو گفته بعضی احادیث تقاضا میکنه که جهر به ذکر در غیر مواضع منصوصه حرام است. استدلال کرده از به قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که او خبر شد که تعدادی از مردم عبدالله ابن مسعود عنهما نمیشه عبدالله ابن مسعود صاحب مسعود خب مولوی صاحب گوش کن. شنید خبر شد که یک تعداد مردم مثل تو میان در مسجد جمع میشن، حلقه ذکر جور میکنن، 50 دفعه سبحان الله میگن، 50 دفعه لا اله الا الله میگن. فاصبحهم صبا وقت در بالایشون رفت گفت شما چطور گفت دیجا جمع شده؟ فاخرجهم من المسجد و قال لهم برشون گفت افقتم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ام جئتم ببدعت ظلما. شما فوقیت دارید بالای صحابه رضی الله تعالی عنهم یا ای که بدعت تاریک ایجاد کرده ای. دوم حدیث بخاری شریف میں در کتاب الجهاد شامی رحم الله نقلش داده است. اونها وقتی که بلندی بالا می شدن میگفتن الله اکبر
پیغمبر الله گفت اربعوا علی انفسکم انکم لا تدون السما ولا غائبا، رحم کنید بالای نفستون. تو استدلال کردی بگذار که جواب صبر کو که دیگه چه بگویم، عبارت مخفی کردی، خود صبر کو. خب یادم میره باش کردم. خب بگو، من میشنم. بگو قربان، بگو. امی استدلالی که کردی من خب قبلا خودت گفتم خودت قبول نکردی. من قبلا گفتم که برو اینمی استدلالات تا یک دفعه برو و پیش امی عبدالحی لکنوی اینا قول بیدلیل از هر کس باشه قبولش نمیکنم. خب گوش است. بینالین بدمی صفحه 478 است یا رساله صفحه 22 است و منها اخراج ابن مسعود رافعی اصواتهم بخی مطالعهش کردیم، رسائلش کلش مطالعه کردیم. بله اون گفتم مطالعه کردیم یاره کلش. مطالعه کردین دیگه. تو باش بگو جوابت میشنم. اول برو امی مسند امی عبارت پیش کو برو. چی شد؟ مسند ذکر کردم امی مسند پیش کو برو. کدام مسند؟ در کدام مسند؟ امی قول عبدالله بن مسعود صاحب مستندن و مسندن پیش کو. ما کتاب پیش من نیست که ما حافظ خونستم که با تو بخونم. و این خونم دیگه که کتاب پیش نیست خودش چی میگه؟ ان هذا الاثر و ان ذكره جمع من الفقهاء لكن لم يوجد له اثر في بشنو جوابت آماده هستم. خب بگو که مولانا عبدالله یک برو بگو. میشنم. حرکات اشتکانه که تو بسیار بد معلوم میشه. بگو صحیح است. ما بکنیم خبر معلوم نمیشه که بسیار بد. تو بگو که خاطر هوایی دست میکنی بازو. گفتم. هوایی دست میکنی. هوایی مشکات موجود است و مصدق حاکم میپالی بچهش. با دروغ بیرون نویس کدای طالبا را بازی میدی مردم به بیراه میکشی. بگو میشنم. عبدالله ابن مسعود صاحب امی قولش علامه عبدالحی لکنوی جلال الدین سیوطی در نتیجه الفکر دیگه علما بیان میکنه. جلال الدین تو خود حمالت الحطب جور کردی. حمالت الحطب خود جور کردی. خوش تو طرد پیش میکنی. سیوطی کی از مولانا عبدالحی؟ خب بگو. خب بگو اینا میشنم. خب برو میشنم. که میشنوی جلال الدین سیوطی عبدالحی لکنوی رحمت الله علیهما اینا میفرمایند که اثر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما یا رضی الله عنه امی است که این اثر اگر چندی که فقهایی را ذکر کرده مگر سند نداره بلکه ثابت از عبدالله ابن مسعود صاحب خلاف ازی است. چرا کم خلاف ازی است؟ میگه ای است که اول خویی به بیان سند و این اخراج ازی را حفاظی در کتب کرده باشه او ضرورت داره که تو پیش نتانستی. امام احمد ابن حنبل در کتاب زهد خود ایره کلانای تو مثل کوثری پیش داده است. کوثری کلانتون پیش داده است. ایره مبسوط پیش داده است. ایره شامی پیش داده است. اونایی که میگه گمان دارن که عبدالله ابن مسعود صاحب مردم از ذکر منع میکردن ما جلست عبدالله مجلسا حتی ما با امرای عبدالله ابن مسعود صاحب در هیچ مجلسی نششتیم الا و ذکر الله فيه مگر در اونجا ذکر کردن. چیک میزه مثل تو مثل شما رو وره خیز میزه چیک میزه. حالی خود تو سر خیز رفتی. حالی تو خود جار ذکر بالجار چرا میگه؟ وای ذکر بالجار چرا میگه؟ حالی ذکر بالجار چرا میگه؟ ما خود در ذکر بالجار با تو بحث دارم مولوی صاحب. او بدر تو قول خدا را رد میکنی خطی خدا صاحب پشتی میگیری او دوره بکم تضرعا و خفیه. خب بگو تو برو دیگه پیش برو تو پیش برو حدیث تا بخون با قرآن اگه بفهمیش شامی را پک کدای شامی را گوش تو صبر کو اینمی اواله شامی را تو پیش دادی از کتاب الحذر والاباحه. چرا از فتاوای هندیه که شامی نقل کرده است در باب صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم دوجا گفته است روم است. فتاوای هندیه تو چرا قول شامی را از یک جایش میکشی از دیگه جا پک کردی؟ ما خو میفهمم که شامی و تو را واری آدم رد میکنم. ما خو مقلد محض نیستم. ولی چرا عبارت شامی را پک کردی؟ ولی
امی شامی در باب صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم در آخر نماز از فتاوای اندیه نقل کرده است که امی ذکر بالجهر حرام است. مثل تو را وارد صوفی را گفته است باید حاکم منش کنه. تو چرا او را نقل میکنی با طالبای سر جوتل؟ امی غلط تو تعبیر میکنی که مثل تو واری را گفته، مثل ما واری را آقا دنیا را خود تو خراب کرده ای، دنیا را خود پیر تو خراب کرده است. و بده دادن که فایده نداره. اونمو با قرآن اگه جواب کرده بتونی اونمو را نشر که مردم میفهمه انشاءالله که گپ کجاست. برو خدا بده. نه درختی رفتی استاد شو تو استاد شو خانه نرگس بچش نرگس استاد شو گم شو این نرگس خانه استاد شو ما به طولش برای جور میکنم استاد شو حالا چی گفتم تا جواب از قول شامی که گفته سرام از باب صلات علی النبی صلی الله علیه و در جلد اول جوابش چی داری؟ سایکو موانع تو تانوس امی قول توفیق شهید جایی که توفیق میکنه. فتاوای اندیه میگه حرام است، فتاوای اندیه میگه حرام است، فتاوای عالمگیری تو میگه حلال است. امی شاگردای تواری چر کرده رئیس دیگه با خوب گوش کو گوش هستم بگو. امیر رحمت الله علیه که گپ توفیق کرده میان احادیث متعارضه و غیر متعارضه را توفیق کرده. متعارضه نیست. ذکر بالجهر در مواضع غیر منصوص حرام است. ذکر بالجهر در مواضع غیر منصوص حرام است. اگر پیدا کردی دستم میبرم. خب ام یک دلیل دیگه پیش دادی مولوی صاحب. یک دقیقه خب یک دلیل دیگه پیش دادی از او صحابیه که ذکر بالجهر میگه، از صحابیه که ذکر بالجهر میگه پیغمبر الله در قبرش پایین شو. حرمت به احادیث وحاد ثابت نمیشه ملاته. امو خاطره که به حدیث به خاطره که خب بیچاره هستی نه حدیث نمیفهمی. حدیث تو برو تو پیش برو از صحابی استدلال کرده بودی. قول صحابی در برابر قول جمهور صحابه معتبر است که صحابی ذکر بالجهر میگه تو میگی دلیل شو. ما اونجا حدیث مرفوعه را پیش کردیم. حدیث مرفوعه کدوم مرفوعه؟ تو بخون سندش بخون بخوان من تو بگو بیکار خو نیستم. ترت تو مرا میگوی بخون. تو بخون یک حدیث با سند بخون. تو چی کاری حدیث؟ در سند یزود کی است؟ در سند یزود دراج ابی سماح است او حدیث. نه نرگس مولوی صاحب نرگسی که از ما خلاص نمیشی. نرگس استاد شو استدلال کو. اما صحابیه که تنها ذکر میکنه ابوبکر عمر عثمان جمهور صحابه چرا ذکر بالجهر نمیکنن؟ ما میگویم ما نشون بده یک روایت. نفی خود دلیل نداره، نفی دلیل نمیخواه. تو مثبت هستی دلیل نشون بده. او ابن الحمام گفته است، ادعای گفته است. او بسواد تو خود جاهل، تو اجهل هستی. اجهل آیا صاحب الهدایه نگفته است که پس از اینکه پس بشنو ابن الحمام رحمه الله همام یک سکی بگو چه؟ ادعای را قبول داری؟ ادعای را قبول داری؟ ادعای عدم نقل دلیل برای عدم گرفته نگرفته؟ عبدالله جان جاجوی رحمت الله علیه در البصائر و شاگردش مولوی صاحب نقیب او نوشته کردم در کتاب خود می نویسه بیان میکنه که عدم الروایتی دلیل نیست بلکه روایت العدم دلیل. روایت عدم تشکو تو عمر فاروق ذکر نکرده. مولا داگای ما در وقتش خواندیم، در وقتش. تو خب بچه هستی. مولا داگای و نقیب ما وقت خواندگیستیم. فهمیدی؟ آله خو استاد شو از امو صحابی که استدلال کردی. از امو نرجس خو اولیایی که تو ساخته مثل پیر باده واره ما قدم ما در گردنشان است. اولیا مثل پیر باده قدم ما در گردنشان است، در گردنشان. آلی از اولیا تو از مردا کمک میگیری ها؟ در برابر یحیی اونابی در مردا میری کمک نری. بیار گرفتی مولوی صاحب یادت باشه دیگه قید توحیدی ها پنجه نکنی. برو